بچه‌ها من واقعا گرسنه‌ام. شوخی می‌کنی چی کنیم؟ چی باید بخوریم؟ اینو بگی. شما خیلی پیش میاد برین جاهای مختلف غذا بخورین بگین دیدن کاش من خودم اون غذا رو درست میکردم. امروز من اینجا اومدم که خودم شاورما درست کنم و بدیم شفشون تست کنه و به شاورمای ما نمره بده. کامera منو نگرفتی. به اتفاق دوستان آقا رضا بچه‌ها رضا خلبانه شمارت میاد اینجا خانمای محترم پی وی عکس خب بیا خود ما بسم الله الرحمن الرحیم. علی هستم. بچه‌ها اول کی میخواد بره شاورما؟ دستکش داشت فریبا رو رعایت کنید. علی آقا پیران بعدی چی؟ بوق اول بزنیم. با اول نونه گرم. الان گرم شد همین گرم شد. این گرم شد مرحله بعدی. خیار شوره. با دست. نه با پا. این سس تنده بگی. سس سیر. خب تموم شد. زدی؟ تموم شد. زدی الان؟ آره تکه. دست شما نرم. بیا ادامه دار. این باز سبزی کرد. سرخ اینم شاورمای من تموم شد و خیلی زحمت کشیدی براش نفر بعد سری آقا شما انتخاب کن چی بود؟ شما بگیرین لطفا اسلپو بگیرین بچه‌ها یه دونه دیگه بزن لطفا. خیار شور بس شور میشه بیشتر برید چیه بس والا سس برید تنده ها یه خط میسوزی آخر شب فردا بیشتر من گفتم یه خط هیچ نیمه سوسی رو بزن روغن بزن میتونم بزنمش؟ اوه باریکلا. اینو میگیری برید شاورما آوارد از اونجایی که من باریستام کلا تو صنف خورد و خوراک اصلا مهم نیست خوراکی خیلی کار میکنم. آقا جون من میخوام شاورمای میکس مرغ و گوشت بزنم. الان میگیری؟ بله. یاد نبری رفت 50% سیک رفت نازک ببر یواش برو یواش وای داره میچرخه. بده من. چرا میچرخه؟ وای نمیشه. باید بچرخه. آقا نگاه ما از این شروع میکنیم. آفرین نازک. اینو بزنم. اینو خوب دسته؟ چه خبره خب یه خورده من مرغ میخوام. اوی بسه. آقا علی ما کوچیک شما این. اوف. بزن بس دردشون خودم خط خیارشور بزن انگار کوکائین میخوای بزنی. جوری ها ببین الان مرغ بزنم. دست تو ما اول تا آخرش بریم همه جاش گوش رو بیار داره سس بزن کارو بگی چیز سس یکو برا این زدی برو فشار بده یه خط خوبه این ساندویچ سیاه باید فویل برش بده سوخ برش اینجا نزد اونجا بسید با دست آخرمون بگیرشی آقا داشته بهتر بیجوزی بکن سوخ این اونجا بسید هیچی نشد. آقا دفعه نظرتون چی بود؟ کدوم شاگرد از همه بهتر بود؟ آقا رضا. همون برای همه از همه بهتر بود. از 10 11 میدم مردش هم هست. از 10 برای چی؟ نمره منو؟ به شما هم 8 میدم من نوکرم. آقا سرودال چند بیدین؟ 7.5 بیا بشین. خیلی خوب علی اکفر شروع کن. مال علیه تنده من شما رو بزنیم. اصلا تو نیست مرغ کمه شله مشکل داره شله
وای چقدر خوشمزه بود. وای نه آقا این بود که با این ساندویچ کردن. آقا علی اکبر شما اول باید بلد باشین سروینگ ساندویچ چجوری. آقا علی اکبر چونگه گاز دوم تا گاز اول. وای این خوبه. آخر خونه ما اینجا نمیذارم. نمیاد دیگه نمیاد. اینجوری دیست بزن. آشپزتون نقدر بهتون رفیق باشین. بخوریم. آقا تست کنید. آقا رضا نظرت چیه؟ نه. این ناراحت نشد. یک هستم. نه خب نگاه دونه نمره بده. ایلیا علی من. صادقانه. صادقانه. 4 رو نمی‌فهمم. از ده؟ از ده. خب شما از در نمره بهتون 7 خوبی حساب از 10 نمره 11. مرسی که ویدیو رو دیدین. بچه‌ها تو خدا من سابسکرایب کنید. ویدیو رو لایک کنید. بزن نشون بدم. بعد اینکه بچه‌ها نظرتون رو کامنت بذارین. ویدیو رو شیر کنید. ممنونتون میشم. و اینکه ماچ بهتون. آقا علی اکبر دمت گرم. عشق دادی. مخلصم. خیلی چسبید. بچه‌ها هم خیلی تعریف کردن. بعد جسارتم چند شد؟ قابلا نبود هزار 860. چند؟ 860. 860. آقا علی اکبر کرکره ها رو بدیم پایین. زوم کن روش زوم کن. قسم کرده دیگه. شبت بخیر علی اکبر. قسم کرده. آقا علی اکبر چه کمر شلی داری آقا علی اکبر؟ شبت بخیر علی اکبر. شب بخیر. این هستش این. اصلا نگران نباش علی اکبر. برو. حالا بگید سورنا برای ویدیوهاش پول خرج نمیکنه. 500,000 تومان به اضافه ایلیا دادم شاورما. ای قهوه بخر. خبر کلیدم. قهوه رو خب من دادم. قهوه رو من دادم. رضا نمیخوام خرج کنی تو. ویدیو اول پارسال از خرج کردن سورنا بیا کولر زده. تو طرف چی هستی الان رضا؟ رضا طرف حقه من سلام. بعد از علی اکبر نوبت من است.